سلام دوستان، برای اضافه کردن کانالتون به تلگرامتون رو باز کنید. قبلش مطمئن بشین که تلگرامتون آپدیته و از بالا روی سه خط ضربه بزنید، روی ستینگ ضربه بزنید، روی بیو ضربه بزنید. گزینه میبینید به نام Your Channel یا Personal Channel. روی اد ضربه بزنید تا کانالتون رو اضافه کنید. وقتی روی اد ضربه میزنید شما لیستی از کانال هاتون رو میبینید و برای مثال من یه دونه کانال دارم و روش ضربه بزنید تا انتخاب بشه. حالا همونطور که میبینید اسم کانال اضافه شده و بعدش روی ذخیره ضربه بزنید. همونطور که میبینید بعد از اینکه ذخیره رو زدیم و برگشتیم عقب و دوباره وارد این صفحه شدیم، کانالمون ثبت شده در قسمت پروفایلمون و حالا اگه کسی وارد پروفایلمون بشه میتونه کانالی که ثبت کردیم رو ببینه. برای مثال اگه کسی وارد پروفایل من بشه میبینه که یک کانال من اضافه کردم، تعداد سابسکرایبش مشخص شده و اگه روش ضربه بزنه میتونه مشخصات کانال رو ببینه، پستاشو مثلا، یا روی جوین بزنه و عضو کانال بشه. دوباره برگردیم به صفحه پروفایل خودمون. اگه میخواین کانالی که ثبت کردین رو حذف کنید دوباره وارد این بخش بشید، روی کانالتون ضربه بزنید و روی هاید چنل ضربه بزنید. حالا اون کانالتون برداشته شد و روی ذخیره ضربه بزنید. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه. برای ویدیوهای بیشتر لطفاً عضو کانالمون بشید. ممنون که این ویدیو رو تماشا کردید.